داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان عیسی دیگه مثل هم تعلیم ادن. عیسی دیگه مثال شه خدای ملکوت را به مردمان بیان کرد. مثلا چنین فرمایش کرد: خدای ملکوت مثل خردل ریزی دانگ هست که به مزرعه تکاشته گوید سانید که خردل دانگ جزو ریزی دانگ هست. با وجود یشی وقتی خردل دانگ رشد کند شه تمام بوته آن توته روید به اندازه یک درختی اوبید، به طوری که پرنده آن برای شاخه وانی لابلا و لانه کنند. عیسی دیگه مثالی بیان کرد: آنچه که در خدای ملکوت بید تا آنان به جنین زایی تشبیه کنند که نانپچید. یک پیمان آرتا زورید و گو خمیره قاطی کند تا به کل خمیره تها پخش بید. ملکوت خدا مانند گنجی فردی آیره به مزرعه تها چیر داده بید. شخصی آیره ودی کرد و دو آرک آیره به حاکه تها چیر دادند و شایی زوغا و شد هر چه داشت بها و کرد و پول کافی به دست بیارید و آ مزرعه و بزند و صاحب آگنج بید. ملکوت خدا مانند یک مروارید بیعیب و گرانبهایند. یک تاجر مروارید آیره ودی کرد و هر چه داشت بها و کرد تا گرایی ذرا آ مروارید را بزند. و بعد عیسی و کسانی که به بوتی پاکی و پرهیزکاری افتخارش کرد و یدگه مردمان حقیر از آنتش یه داستان تعریف کرد. دو نفر به خدای گسا شدند تا دعا کنند. یک رهبر مذهبی یاهتد و آدگه مسئول باج و خراج هست. رهبر مذهبی دیما اشتاد و یرک دعا کرد: ای خدا، ترا شکر کنین که مثل یدگه مردمان گناهکار دو ستمگر خصوصا مثل یه مردا باجگیر نهون. مثلا در هفته که تها دروش روچه گرین و شموچ پولان و هرچی به دست کارین 1/10 را به تیر راها و دین. اما آ گناهکارین باجگیر در فاصله دورتر شا رهبر دینی اشتاتد و به دعای هنگام حتی جرأت نکرد خجالت وتی سرا بلند کند، بلکه گو اندوه و شرما به وتی سینه گجت و گوشت: خدایا به من رحم فرما چون من گناهکارم. و بعد عیسی گوشت: من به شما وشین خدا باجگیر دعا برا اشکت و آیر پارسا به شما ری آورد. اما شا مذهبی خودپسند دعا و خوشنود نبود. خدا هر که وات را توب جلوه دند پس کند و هر که وات را گوهند کند فروتن بکند سربلند کند. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس انجیل متی فصل 13 آیات 31 تا 33 و 44 تا 46. انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32. انجیل لوقا فصل 13 آیات 18 تا 21 و 9 تا 14.